ابو سعید خدری گفتن که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شنیدم که میگفتن که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، کسی که کاری منکر رو بیند با دستش تغییر دهد. فإن لم یستطع فبقلبه، اگر نتونه با زبانش. کاری منکر که دیدید باید این کار کنید که برادر این کارو نکنید، گناه است. بعد گفتن که فإن لم یستطع فبقلبه، اگر با زبانش هم گفته نتواند فبقلبه، با دلش این کار کنه، یعنی بعد بیند. با دل اگر بعد بینید همون یگان علامت داشتنش در کار، عقل از اونجا خسته رفتن تون در کار، یک روتون تروش کردنش در کار، همه آدم داند که همین کارتون به اون معقول نشد. و ذلك اضعف الایمان. و این سیومینش اونه که به زبان این کار کرده نمیتونن، به دست این کار کرده نمیتونن، کاری گناه هم میبیند و هیچی گفته نمیتونن، خاموش است، فقط با قلبش بد میبیند. این اضعف الایمان، این ضعیفترین ایمان است. گفتم این دلالت می‌دهد که ایمان بلند و پست میشده است، چون که این ضعیفترین ایمان است.